مأموریت گمونم که به انجام رسید. مبارک. خب در این فاصله میریم که چک کنیم ببینیم استریم در چه حاله. بله بیهوشش میکنیم نهایتا. این هم فولتن و مأموریت گمونم که به انجام رسید. پس من صدای خودم رو میشنیدم. قضیه این بود. خب مثل این که فریم دراپ هم داریم ها یا نداریم یا داریم. فکر کردم صدای فن پی سی گویا که صدای ماشین لباسشویی. در این لحظاتی نگران شدم. خب صدای خودم هم قطع شد. من صدای استریم رو داشتم دوباره میشنیدم. فکر کردم که کجای کاری راد داره. الان فهمیدم که کجای کاری راد داره. Prisoner Extraction. آها بذار ببینم که این آیا اومد نیومد. میشن 10 نیومد. میشن 10 از این جهت مهمه. من باید از جاولقا برم جاوزا. اوکی می. نه مارکر. این از مارکر. فاتی رو میشه فرستاد به اونجا که بره اسکاوت کنه ahead of us. آلت تب بگیرم چک کنم ببینم که اوضاع فریم دراپ چجوریه. آیا فریم دراپ داریم یا نداریم؟ امید که نداشته باشیم ولی حالا من چون با یه چند ثانیه دیلی دارم میبینم هنوز تو منو هم. خب گمونم یه قدری فریم دراپ هست ولی در حد قابل تحملی به نظر میرسه. امیدوارم همینطور باشه. در این کوه و کمر کلا بین وسایل نقلیه جیپ و کامیون و اینها خیلی جواب نمیده به خاطر اینکه میونبرها اکثرا صعب العبورن. جاده رو هم خوب نمیشه رفت چون باید از اوتپوست‌های دشمن رد شی. ببینیم اینجا یه سرباز دندونگیری پیدا میکنیم بلند کنیم یا نه. بله یه ای پلاس پیدا کردیم. یه ای پلاس دیگه پیدا کردیم. یه سری اینجا ملاحظه میفرمایید که متریال هست. بعید میدونم که اینجا 3 نفر بخواد باشن. حداقل باید 4 نفر باشن ولی خوب نه گویا که نیست. آها نکته چیه؟ نکته اینجاست که من هیچ او خب این فرصت خوبی. من سوپرسور ندارم اما خیالی نیست به خاطر اینکه طوفان شن شد و در طوفان شن هم اینا منو نمیبینن و صدای پام رو نمیشنون. فرصت خوبیه که این از این. بله عرض کردم 4 نفرن احتمالا. اینم از این. متاسفانه این مقدار زاویه‌ای بدی بود عذرخواهی میکنم ولی چه کنیم دیگه. خب این چجوریه؟ خب اصل سرباز اینه. ببینید به چیزی که نگاه کنید اون اولیش واسه کامبته که عکس شمشیره. آچار دیولپمنت اگر اشتباه نکنم آرندیه در حقیقت. سومی بیس دیولپمنت، چهارمی ساپورت، پنجمی اینتلیجنس که یعنی میرن اینتل تهیه میکنن از محل از موقعیت ها و گزارش میدن قبل از اینکه وارد یه محیطی بشی به یه ماموریتی بشی میدونی که اونجا چه خبره عموما. و ششمی هم که مدیکاله که خب هر چقدر این آقا مثلا ریتینگش خیلی بالاست احتمالاً دکتری بهیاری چیزی باید بشه. خب بله کلیر شد هوا 100% هر تقریبا همش اینا همشون تقریبا میارزن فرستادنشون به عبارتی بلند کردنشون.
من جا داره از این فرصت استفاده کنم و اصطلاح بلند کردن رو به نام خودم ثبت کنم. کپی رایتش رو اختراع به نظرم خیلی متینی بود، برگردان فارسی خیلی این چی بود؟ این هم A+. اوایل بازی یعنی مثلا 60% اول بازی شما هیچ A+ پیدا نمی‌کنید. کل مپ، کل مأموریت‌ها از یه جایی به بعد کم کم سر و کله A و A+ ها شروع میشه. اوایل بازی شما چشت به یه دونه C و B بیفته پرواز میکنی از خوشحالی، چون کم اتفاق میفته که در حد C و B و D و این هم قسمت میشه. خب مثل اینکه اینجا صعب العبوره. من گمونم که باید از جاده برم. حالا از کدوم جاده برم که بخوام به اینجا برسم؟ فکر میکنم که همینو. متاسفانه اینجا بچه ها وسیله نقلیه نداشتن که من ازشون امانت بگیرم. اسب من میتونم الان صدا کنم یا دی هورس به قول خدا آقا. موضوع اینه که من خانم کوایت رو فرستادم اسکاوت کنه جلو. بعد میخوام که ریلیشنشیپ هم رو هم با ایشون بهبود ببخشم. چرا؟ واسه این که اگر رابطت با این خانم مثلا 10 ستاره بشه، حالا یا مکس بشه، خلاصه اون موقع اندینگ ایشون باز میشه. در غیر این صورت خب اندینگش رو هیچ وقت نمیتونی ببینی. یعنی این خانم خودش یه چیز داره، یه استوری لاینی داره. واسه این که اون استوری لاین رو بتونی تموم کنی باید ریلیشنشیپت باهاش مکس بشه. من مطمئنم که اون اول گفتم ریلیشنشیپ رو میخوام مکس کنم، دوستان برداشت‌های نادرستی کردن که خب افت بر اونها. اصلا اینطور نیست، خدایی نکرده. در چارچوب قوانین کشور بازی میکنیم ما مسلما. بله دورادور تعدادی نفکشه. چقدر جالب این. آها نه، خب اینها گویا که باور فرمایید اینا رو من نفری نکردم که اینا به این روز در اومدن. به قول فرنگی ها بیتس می. البته شاید فکر بدی نباشه که من از الان درخواست کنم واسه سوپرسور و مهمات، چون اینجوری بدون صدا خفه کن جلو رفتن یه مقداری خطریه. به خب نه دیگه واجب شد که. البته اینجا رو من میتونم دور چیز کنم. اینجا رو هم میتونم دور 15 تا فشنگ داریم و همه چی رو برا. خب آره صدای ماشین میاد. خوبه، چرا که نه. تیرمون خطا رفت متاسفانه. دوباره هم خطا رفت. دیگه خطا نرفت. اگر حرکت نکنی ممنون میشم. من میخوام هدشاتت کنم. حالا اگه وایساد من نمیدونم چرا انقدر تیرام خطا میره، ولی جون مادر. باور فهمید که من معمولا خیلی به هزینه ها هدشات میکنم، ولی ملاحظه فرمودید یعنی آبروداری شد نمایتا. شوخی میکنی یعنی اینم چیزه، این پلاس این. من گمونم که از این وسط یه کامیونم به جیب زدم. اینم 2 تا A داره به درد میخوره مثبته. این جوونی که ما اینجا پهنش کردیم موضوعش چیه؟ اینم A+ بود، فراموش کردم. اینو قبلش الان تکتش کردم. Never get sold.
تیربارم خب همیشه به کار میاد. اینو تو بیس استفاده میکنم بچه. درست نیست اینجا حروم میشه. اوه اوه چرا این بچه ها ما این همه شلی کردیم؟ من فکر کردم اینجا رو من کپچر کردم تموم شد. خب این هم A+. به هر حال ما کامیون رو این هم A+. اوضاع خوبه. اوضاع خوبه. و قبل از اینکه کامینو بردارم اینجا متریال رو هم ابتیا کنم. دست خالی نریم. حیف. خب تیربار رو برداشتیم. اون سید اون بالا مونده. درست نیست. در این روزهای عزیز آدم سرباز و بله عذرخواهی میکنم یه مقداری هارش بود ولی اشکالی نداره. خب آیا من همین الان چیز بکنم درخواست ساپلای بکنم؟ بعد درخواست ساپلای هم کردیم چون ملاحظه میفرمایید دیگه الان این که UN آرکمون که صفره، اینم 5 تا فقط تیر داره، اینم که حالا تیر داریم ولی شما رزم که خفه کن دیگه نداره. بدون خفه کنم خطریه یه مقداری. کوشان سایش از خودش نیست. اما این بالا رو من یه چکی بکنم چیه اینجا. هیچ چیز خاصی نیست. نیم نگاهی به نقشه داشته باشیم ببینیم که چقدر فاصله داریم تا خب فاصله هم داریم انصافا. من همین جاده رو به جنوب هم ادامه بدم میرسم به چیز. این چیه در 77 متری ما؟ چه حیوانیه به نظرتون؟ عذرخواهی میکنم مطمئنم که یه سری از دوستان خورده خواهند گرفت که این چه فرمونی بود و خوب دور نزدی و رعایت نکردی و غیره. باید یادآوری کنم خدمت این دوستان که من هیچ وقت به خاطر دست فرمونم شهره نبودم. بیشتر به خاطر هدشات هم شناخته شدم ولی متاسفانه امروز خیلی گویا که دست به هدشاتمونم. نمیگیره. حالا کامیونم خیلی سرعت خاصی نداره ولی باز از پای پیاده عذرخواهی لندن‌ها. بچه ها اونجا بیسیم زدن، بچه های اینجا چیز شدن، آلرتن خلاصه. و بچه ها اینجا همونطور که ملاحظه میکنین مالی هم نیستن. این 3 تا نفر چهارمی هم اون ته هست که تو چه غلطی میکنه من نمیدونم. حالا آیا من اینا رو بزنم چپه کنم یا اینکه دور بزنیم با کامیون از این گوشه بریم یا اینکه اونا دارن میان به هر حال سمت راست نمیشه خیلی از گوشه رفت. چه کنیم؟ مسیر به کدوم طرفه؟ مسیر میخوایم بریم به طرف دیگه. مقدار کانفیوزینگه. ای بابا واقعا نمیدونم چرا این
اینجوری آبروریزی